کدام عامل‌ها باعث کجروی اخلاقی و پاشخوری عائله‌ها می‌گردد؟ عامل اساسی پاشخوری عائله‌ها و سوء تفاهم در بین دو انسان یا در عائله، در حیات فردی و عائله و اجتماعی، این به اهمیتی به تعلیمات عرفانی بخصوص به قرآن و سنت و کمرنگ گردیدن خداباوری در حیات انسان است. عامل دیگر خرافات پرستی و خرافات زدگی است. خرافات پرست کسی است که به کسی یا به چیزی اعتقاد میکند، همه تصمیماش خرافاتی است. دیگر عاملی که امروز در بعض عائله‌ها پیدا شده است، این میزدگی است، مبالغه در میزدگی و مواد مخدر، قرص‌های مخدر و عیش و عشرت بردام بی‌محدود. دیگر مثلا آزادی مطلق، صرفاً نرفتن مفهوم آزادی در حیات فردی و عائله‌ای و اجتماعی و در مسئولیت. اگر آزادی خطای سرخ در اطراف نداشته باشد، این اصلا آدمگری نیست و غیر آدمگری است. برای این نباید آدم مطلق آزاد باشد. به طور مثال برادری در راه پرسید که تکلیف مرا روشن کن، من همسر دارم، 4 تا فرزند دارم. روزی همسرم از من پرسید که من ترکیه میروم. تماشا گفتم نه ترکیه چرا میروی؟ برای چی میروی؟ اگر اون روز امکانیت شود دستم برسد هر دو میرویم. گفت صحبت در اینجا تمام شد. فردای دیگر صبح دیگر بلیط گرفت و ترکیه سفر کرد. کودک‌ها رو با من گذاشت. در اینجا من چیکار کنم؟ چی تصمیم بگیرم؟ گفتم عاقلانه تصمیم بگیر و صبر و تحمل کن. یعنی این خواهرش فکر کرد که آزادی مطلق است، اما خیرت ازلی مادرانه استفاده نبرد، عقل سالم استفاده نبرد، ترک رسالت کرد، ترک مسئولیت کرد. ببین هزارها حادثه های در کمین افتاده است برای انسان. نامعلوم است که 1 ساعت پس چیکار می شود، 5 دقیقه پس چیکار می شود. این کودک ها را به لیسرپناه گذاشتن. شوهر در تعلیمات عرفانی قبله زن است، یعنی کنایه از بزرگداشت مقام مرد در خانه است. چون به این سفر ممکن است یکم هفته 10 روز راحت جانش رو ببیند، نامعلوم چگونه لذت است، اما لذت زوجیت رو ببیند، عیش اشتراک کند، راحت کند، بر بگردد. اما برگرد چی را از دست داد؟ مقدس ترین چیزی که در دنیا داشت، شوهر از دست می‌دهد. اعتماد پدر مادر از بین رفت، آبرو ناموس در خطر است. علاوه بر این خدای نخواسته اگر به این فرزندا درد سر بیاید، این مادر چیکار میکنه؟ اونم مادر سالمی که گویا اینکه آزادی مطلق است و سفر کرد. علاوه بر این عقل رو در پشت احساسات گذاشتن و دین رو در پشت خرافات گذاشتن است. عامل اساسی پاشخوری عائله است. هر آن چیزی که دین میگوید سنجیده است. علاوه بر دور و بر شما در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید و می‌بینید که چگونه یک کسی دعوای طب و طبابت میکنه که نه معلومات عالی دینی دارد، نه معلومات عالی طبی دارد. بله. با مجرد یک مسح کردن و مثلا ببینید منتهای خرافات نیست و چقدر مشتریان زیاد هم دارد. این مشتریان زیاد به چی دلالت میکند؟ از پس بودن سطح معرفت دینی و دنیوی شهروندانی که با چون اشخاص مراجعت میکنند.